تصور بکنید که در یک اتاق ساکت نشستید بعد از یک روز طولانی و میخواید استراحت بکنید. اما به جای سکوت و آرامش صدای زنگ زدن توی گوشتون یا صدای وزوز رو در گوشتون میشنوید. وزوز گوش تقریباً 15% از مردم سراسر جهان رو تحت تاثیر خودش قرار میده و معمولاً بین افراد 40 تا 80 سال رایج‌تر هستش. به ویدیو امروز خوش اومدید. توی ویدیو امروز میخوام راجع به وزوز گوش صحبت بکنم، در حالی که علت اصلی وزوز گوش به کلی به طور کامل درک نشده، ولی میتونه عوامل مختلفی باعث وزوز گوش بشه. یکی از اونها کاهش شنوایی مرتبط با سن هستش. با افزایش سن بدن دچار تغییراتی میشه که میتونه به کاهش شنوایی منجر بشه و همینطور مغز میتونه صداهایی رو دریافت بکنه که در واقعیت وجود ندارن. عامل دیگه ای که میتونه باعث تحریک زنگ زدن در گوش و یا همینطور وزوز گوش بشه، قرار گرفتن طولانی مدت در محیط‌های پر سر و صدا مثل کنسرت هستش یا استفاده از هدفون ها با صدای بلند در مدت زمان طولانی. یک عامل دیگه میتونه آسیب به گوش میانی و داخلی باشه که میتونه به شکل که به عصب‌های گوش آسیب بزنه و باعث ایجاد صدای زنگ زدن در گوش و یا وزوز گوش بشه. عامل دیگه مثل انسدادهای فیزیکی، تجمع جرم در گوش و همینطور عفونت‌ها میتونن به طور موقت اختلال در شنوایی رو ایجاد بکنن. بعضی از داروها و مسکن‌ها مثل آنتیبیوتیک‌ها میتونن به عنوان عوارض جانبی باعث شنیدن صدای زنگ زدن در گوش و صدای وزوز در گوش بشن که به محض اینکه خوردن دارو رو قطع بکنید معمولا موقت هستش و از بین میره. وزوز گوش میتونه باعث افسردگی، تحریک پذیری، اضطراب و اختلال در تمرکز بشه. حتما با پزشکتون مشورت بکنید اگر که صدای زنگ زدن در گوش رو تجربه کردید و این صدای زنگ زدن بیشتر از 1 هفته طول کشید. اگه صدای زنگ زدن داشتید و کاهش شنوایی یا همینطور سرگیجه، اگر که صدای زنگ زدن در گوش شبیه به صدای ضربان قلب بود و اگر کاهش شنوایی ناگهانی همراه با وزوز گوش رو تجربه کردید. در کل اگر که صدای زنگ زدن در گوش رو تجربه میکنید و همینطور وزوز گوش و این همراه هستش با درد گوش و یا ترشح از گوش که این میتونه دلیلش عفونت گوش باشه. اگه که وزوز گوش شما همراه هستش با سرگیجه و اختلالات در تعادل و مشکل در تعادل، این میتونه اختلال یک گوش میانی و داخلی باشه به اسم بیماری منیر. و اگر که شما وزوز گوشتون همراه هستش با درد صورت، درد فک و همینطور سردرد، این میتونه یک اختلال گیجگاهی مفصلی در گردن و فک باشه. و اگر که وزوز گوشتون همراه هستش با صدایی که شما مثل صدای ضربان قلب میشنوید به عنوان وزوز گوش پالسی، این میتونه نشونه از فشار خون بالا باشه. و همینطور اگر که وزوز گوشی که میشنوید یا صدای زنگی که میشنوید همراه هستش با سردرد و میگرن و حرکت گردن و این صدای زنگ زدن در گوش تغییر درش ایجاد میشه با حرکت گردن و سر، این میتونه به ستون فقرات گردن ربط پیدا بکنه. در کل 2 نوع وزوز گوش داریم. وزوز گوش حسی و حرکتی که با حرکات تحت تاثیر حرکات گردن و فک هستش و وزوز گوش مغزی و ذهنی که فقط توسط فرد مبتلا دریافت میشه و شنیده میشه. وزوز گوش حسی و حرکتی دلیلش ممکن هستش که اسپاسم عضلانی و همینطور تنش و همینطور محدود بودن حرکت در گردن و فک باشه که در یک مطالعه که اومدن انجام دادن برای درمان وزوز گوش حسی و حرکتی اومدن 2 تا روش رو امتحان کردن. یکی روش‌های غیر فعال بودش با استفاده از تکنیک‌هایی مثل طب سوزنی یا
اعمال فشار در نقطه‌ای که درد داره تونستن که باعث کاهش اسپاسم عضلانی و همینطور تنش در ناحیه گردن و سر بشن. روش دومی که اومدن استفاده کردن روش فعال بودش و از تمرین‌های کششی و قدرتی استفاده کردن برای کاهش دادن اسپاسم عضلانی. برای درمان وزوز گوش معمولا از تکنیک‌های مختلفی استفاده میشه که این تکنیک‌ها معمولا بسته به علائم فرد مبتلا شخصی سازی میشن. یکی از این درمان‌ها درمان صوتی هستش که استفاده از دستگاه‌های صوتی که تولید نویز سفید میکنن. این دستگاه‌ها قادر هستند که فرکانس صداهای مختلف رو یکسان بکنن طوری که هیچ فرکانسی بر فرکانس دیگری غالب نیستش و معمولاً برای افرادی هم که اختلال در خواب دارن این دستگاه ها توصیه میشه و همینطور ژنراتورهای تولید صدا درون گوش که هدف این هستش که این ژنراتورهای تولید صدا و یا دستگاه‌های صوتی که تولید نویز سفید میکنن باعث بشن که صدای زنگ زدن در گوش و یا وزوز گوش کاور بشه، پنهان بشه و فرد بتونه به فعالیت‌های روزمره‌اش ادامه بده. افرادی که وزوز گوش رو تجربه میکنن معمولاً در کارهایی که احتیاج به توجه داره مشکل دارن. عملکردهای شناختی مثل توجه توسط نواحی توی مغز کنترل میشه که مشکلات در این نواحی معمولاً باعث میشه که عادت کردن به وزوز گوش و صدای زنگ زدن در گوش سخت بشه و همینطور افرادی که دچار وزوز گوش مزمن هستن در عملکردهای اجراییشون مشکل پیدا میکنن مثل نادیده گرفتن حواس پرتی ها و یا همینطور تغییر فوکس یا همون جابجایی تمرکز از یک فعالیت یا یک عملکرد به یک فعالیت دیگه. یک نظریه وجود داره به اسم نظریه بار شناختی ادراکی که توی این نظریه گفته میشه که افرادی که صدای زنگ زدن گوش رو و یا وزوز گوش رو به شکل مزمن تجربه میکنن معمولاً این اختلال باعث میشه که انرژی ذهنی مغزی مصرف بشه و کمتر برای سایر کارها انرژی باقی بمونه. صدای زنگ زدن در گوش با سلامت عاطفی ارتباط مستقیم داره و افرادی که صدای زنگ زدن در گوش رو به شکل مزمن دارن این شرایط میتونه به شدت بر عواطف و احساساتشون تاثیر بذاره و دچار افسردگی، ناراحتی و اضطراب بشن به طوری که شنیدن صدای زنگ رو شدت ببخشه. استرس یکی از فاکتورهای ریسک برای ایجاد وزوز گوش شناخته شده و مطالعات همینطور نشون دادن که افرادی که دچار وزوز گوش مزمن هستن علائمشون شبیه به کسایی هستش که درد مزمن رو تجربه میکنن، چون که این افراد گزارش دادن از ناراحتی هایی مثل درد گوش و سردرد که پرداختن به این عوامل روانشناختی از طریق درمان میتونه به این افراد کمک بکنه که بتونن صدای زنگ زدن در گوششون رو بهتر مدیریت بکنن و همینطور میتونه کیفیت زندگیشون رو بالا ببره. مطالعات اخیر ارتباط بین اختلال قاعدگی و وزوز گوش رو نشون دادن در خانم‌های پیش از یائسگی، به ویژه افرادی که دچار دیسمنوره هستن که هستش درد شدید در ناحیه لگن در دوران قاعدگی و درد ملایم و متوسط در زمان غیر از پریود و همینطور خانم‌هایی که دچار منوراژی هستن، خونریزی شدید در دوران قاعدگی که کم خونی ناشی از کمبود آهن بر شنوایی تأثیر میگذاره. توی این مطالعه نشون دادن که افسردگی و استرس در زمان قاعدگی اضطراب رو افزایش میده که یک عامل ریسک برای ایجاد وزوز گوش شناخته شده هستش و همینطور موارد دیگه مثل کمبود ویتامین د، افزایش وزن و همینطور بیخوابی از دیگه عواملی هستن که در بین افرادی که صدای زنگ زدن گوش رو تجربه میکنن و اختلال قاعدگی مشترک هستش و همینطور
اختلال هورمونی در بیماری‌هایی مثل آندومتریوز یکی دیگه از عواملی هستند که مشکلات قاعدگی و همینطور وزوز گوش رو ایجاد می‌کنند. در کل این مطالعه که انجام دادن به نام Cross Sectional Study مطالعه مقطعی هستش. ویژگی مطالعه مقطعی اینجوری هستش که داده ها رو در یک زمان خاصی جمع آوری میکنن که میتونه به شناسایی روندها و همینطور ارتباطات کمک بکنه، ولی متاسفانه اجازه نمیده که به علل اون بیماری یا اختلال پرداخته بشه. وزوز گوش همیشه قابل پیشگیری نیستش، ولی شما میتونید از راهکارهای مناسب برای محافظت از شنواییتون استفاده بکنید. یکی از اون راهکارها استفاده از محافظهای شنوایی در محیطهای پر سر و صدا، نگه داشتن پایین حجم صدا وقتی که از هدفون استفاده میکنید و همینطور اگر از صدای وزوز گوش و صدای زنگ زدن گوش رنج میبرید از سکوت اجتناب بکنید، چون که سکوت باعث میشه که صدای زنگ زدن بیشتر جلب توجه بکنه. و در آخر اینکه وزوز گوش و صدای زنگ زدن گوش یک شرایط پیچیده‌ای هستش که تحت تاثیر عوامل فیزیکی و سایکولوژیک هستش و دونستن و درک اینکه چطور با اختلال قاعدگی در ارتباط هستش و با سلامت روان میتونه به شما کمک بکنه برای مدیریت بهترش. و تحقیقات همینطور نشون داده که برخی از غذاها و نوشیدنی‌ها مثل کافئین، نمک و چربی‌های اشباع شده به ریسک وزوز گوش رو افزایش میدن و از جمله داروهایی که برای وزوز گوش تجویز میشن دیورتیک ها هستن که به کاهش مایع بدن کمک میکنه و همینطور داروهای دیگه مثل بتا هیستین که بتا هیستین با بهبود جریان خون و همینطور گردش خون باعث کاهش فشار مایع در گوش داخلی میشه و همینطور داروهای دیگه مثل داروهای ضد تهوع و ضد التهاب که بسته به علائم فرد براش تجویز میشه. و در آخر اینکه داستان وزوز گوش تنها در مورد صدا نیستش، بلکه در مورد تاب‌آوری هستش، فهمیدن و درکش و همینطور دستیابی به آرامش در دنیایی که پر از سر صدا هستش. اگر که فکر میکنین این ویدیو میتونه به کسی کمک بکنه، حتما این ویدیو رو باهاش به اشتراک بذارین و اگر که سوالی دارین خوشحال میشم که توی کامنت بنویسین.